تفنگاشون دستشون باشه. همه تفنگاشون دستشونه. 1 3 مثلا خیلی بد میشه که شما چرا زمینی؟ بریم اینجا. بریم بشین میز. بشین اینجا بکش. نمیخوام اینجا باشم. خب باشه دعوا میکنه چرا؟ بیا اینجا بشینی. مهدا جانم بیا بالا. یه 2 دقیقه دیگه میام. الان خانم محبی برو تو. گفته بودم امروز یکم زودتر میرم. اوکی دیگه؟ باشه حالا برو ببینم چی میشه. همینجا بشین. میشه درست توضیح بدی دقیقاً مسئله آرژین چیه؟ چه مسئله‌ای؟ چند بار مامانش زنگ میزنه میگه بچه من خشن شده. تفنگشو ازش میگیری افسرده میشه، قهر میکنه. راست میگه؟ نه اتفاقا آرژین خیلی بچه آرومیه. پس چرا دقیقاً از وقتی تو اومدی اینجا این مشکلات پیش اومده؟ نمیدونم. خب پس چرا بقیه بچه‌ها این مشکل اینجا حتی یه بچه هم نباید مشکل داشته باشه، فهمیدی؟ در ضمن والدین بچه‌ها باید کار شما رو تایید کنن. خانم ببین من مامان باباها رو اینجا نگه نمیدارم ولی همونان که دارن حقوق شما رو میدن. اینو میدونی دیگه. اونا نباشن بعد در اینجا رو قشنگ تخته کرد. باشه اگه مشکلتون آرژینه من بیشتر حواسم بهش هست. تو خیلی عجیبی. چطور میتونی اینقدر خوب دروغ بگی؟ تو بچه ها رو کتک میزنی آره؟ من؟ نمیزنی. نه من بچه کتک نمیزنم خانم محبی. میدونی پای پلیس و بهزیستی بیاد وسط چی میشه؟ خانم محبی من بچه کتک نمیزنم، دارم بهتون میگم. دختر جون من اگه خودم نمیدیدم که انقدر مطمئن نبودم. آخه شما اصلا اجازه نمیدید من حرف بزنم. دارم میگم شما دارین به من تهمت میزنید. من میگم بچه رو کتک نزدم. برو خدا رو شکر کن نذاشتم مامان آرژین بیاد دوربینا رو ببینه. کافیه برن ازت شکایت کنن. بذارین که من توضیح بدم. دیروز سیما اومده به من میگه خانم محبی همینطوری گفتن شما دیگه جلو مامانا نیاین. خب من ناراحت میشم یه همچین حرفی میشنوم. برای چی بعد یه همچین چیزی باشه؟ بله من گفتم. خوب میکنم میگم. تا حالا خودتو تو آینه دیدی؟ بابا اینجا یه مهد 4 ستاره است. نمیپذیره قیافه مربیاش اینجوری باشه. تو حتی یه رژ لب نمیزنی، یه عطر استفاده نمیکنی. ناراحتیت هم که سر بچهای مردم خالی میکنی. نه عزیزم اینجا بازداشتگاه نیست، اینجا مهد کودکه. الانم دلم سوخت برات، نذاشتم کسی بفهمه، وگرنه که به جرم کودک آزاری مینداختنت زندان. من از فردا نیام یعنی؟ نه برای چی گلدون ریختی آرژین؟ آرژین برای چی گلدون ریختی؟ باشه چرا جواب نمیدی آرژین؟ باشه برو خودم جمع میکنم. باشه برو عزیز من نمیخواد خودم جمع میکنم. برو قربونت برم. آرژین پاشو برو جمع. دستتو بمان.
نگاه کن اینجا کن داغه 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 کسکوفر مهتاب جونه خوبی؟ آره مطمئنی؟ تو خوبی؟ ممنون. امروز نمایش داری؟ بیا ببین اسمش چیه؟ گوشتیا چه قشنگ. کیا توش بازی میکنن؟ من و سیاوش و سلنا. مهتاب جون من تولد مامانمه، میخوایم براش کادو بگیریم و اینا. اون قرضی بود که چند وقت پیش 10 روز دیگه بدم خوبه؟ ببخشید اگه نیاز نداشتم بهت نمیگفتم. 10 روز دیگه میدم. باش مرسی. میام نمایش تو میبینم. چطوری تو؟ چی میخوای هرشی؟ بشین بهت بدم. تو به مامانت گفتی من تو رو میزنم؟ من دستتو امروز زیر آب گرم گرفتم، میخواستم خوب بشورمش. میدونی دارن منو اخراج میکنن؟ از من بدت میاد؟ سیما کجایی تو؟ چی شد؟ صحبت کردی با محبی؟ آره. خب چی گفت؟ چی میگه برو. یعنی چی؟ عوضی رو ببینم. چی گفتی تو بهش؟ هیچ، من بهش گفتم تقصیر من نیست، میگه نه برو. ای بابا. خب میخوای چیکار کنی؟ برم دیگه. مهتاب بابا همین جا همینطوریه. ارتباطی در نیار. ببین من بچه ها رو گذاشتم تو سالن خب واسه نمایش، ولی خودم نمیتونم بمونم دیگه. گفتم بهت که ببخشید ببخشید. حالا شب صحبت میکنیم. خداحافظ. خب همه حاضرن؟ آرژین کو؟ آرژین رفت پایین. آرژین
آرژین؟ آرژین من رفتم بالا، نمایش شروع میشه. بدو نیستی اینجا؟ آرژین؟ یکی نبود غیر از خدای مهربون هیچ نبود. یه بچه روباه بود به اسم گوشیا که با مامان و بابا زندگی میکرد. همه جای این بچه روباه قرمز بود به جز گوشاش. سیاهی گوشاش بدجوری اونو از قیافه انداخته بود. منظورم اینه که با اون گوشای سیاهش روباه خیلی زشتی شده بود. ولی فرق این بچه روباه با روباهای دیگه فقط گوشای سیاهش نبود، اون یه فرقای دیگه هم داشت. مثلا زیاد سوال میپرسید و به حرف مامان و باباش گوش نمیداد. واسه همین همیشه گشنه بود. برای همین مجبور میشد بره توی جنگل و شکار کنه.